تا حالا شده با تمام وجود بخوای یه کاری رو شروع کنی اما فقط چند روز که رد میشه انگار یه نفر بنزین مغزتو کشیده، نه اشتیاق داری، نه حوصله، نه حتی میدونی دلیلش چیه؟ و من این حسو از روی کتاب یا حرف بقیه نمیدونم. خودم بارها و بارها وسط این مسیر همه چیزو ول کردم تا وقتی که فهمیدم مشکل از انگیزه نبود و همون چیزی رو فهمیدم که قراره توی این ویدیو بهت بگم. و اگه تا آخر این مسیر رو همراه من بمونی، به احتمال زیاد برای اولین بار میفهمی چرا بعد از چند روز همه چی از هم میپاشه. سالها فکر میکردم ارادم ضعیفه، یه تصمیم میگرفتم، چند روز خوب پیش میرفت، اما یه روز که از خواب بیدار میشدم انگار اون من قدیمی برگشته بود. پرخوری، فست فود، پورن، اسمش فرق میکرد، نتیجه همیشه یکی بود. تا وقتی که فهمیدم مشکل اون چیزی نیست که من فکرشو میکردم. اینجا یه باور هست که سالها توی ذهن ما کاشته شده، اینکه اگه انگیزه داری عمل میکنی و اگه عمل نمیکنی احتمالاً انگیزه نداری. ولی اگه این دیدگاه از همون اول اشتباه باشه چی؟ ازت یه سوال دارم که توی ویدیوی اولم یه مقدار راجبش صحبت کردیم. چند بار ویدیوی انگیزشی دیدی؟ برای یه مدتی حالت اوکی بود اما یکم که رد شد دوباره همون کارهای همیشگی رو انجام دادی. خب اگه این اتفاق برات افتاده مشکل دیگه انگیزه نیست، چون تو انگیزه رو داشتی ولی عمل نکردی. و من نمیخوام تو رو سرزنش کنم، چون ما میخوایم ریشه مشکل رو پیدا کنیم و سعی کنیم با هم حلش کنیم. حالا یه سوال ازت دارم، اگه فقط یه نفر روی این کره زمین هست که از تمام قولهایی که به خودت دادی یا از تمام کارهایی که گفتی میخوام انجام بدم و انجامشون ندادی خبر داری، کیه؟ خب اون خودمونیم. برای همینه که وقتی به خودمون میگیم میخوایم این بار دیگه، این دفعه جدی میخوایم کاری رو انجام بدیم، یه صدایی توی ذهنمون میگه که نه اینم مثل دفعه قبله. و مشکلی نیست که اون صدا وجود داره، مشکل اینه که اون شواهد داره. و بدترین قسمت ماجرا این نیست که یه روز ورزش نکردی، پرخوری کردی یا برگشتی سر هم عادت قدیمی. بدترین قسمتش اینه که هر بار داریم اعتمادمون نسبت به خودمون رو از دست میدیم. خب حالا سوال اصلی اینه که اگه مغزمون دیگه حرفمون رو باور نمیکنه، ما باید چطور اعتمادمون به خودمون رو برگردونیم؟ توی ویدیو قبلم بهش اشاره کردم. اینجا همون جایی که باز خیلی اشتباه میکنن، میرن سراغ انگیزه، میرن سراغ پستای دیوید گاگینز، شروع میکنه به ریلیز نگاه کردن. خب این تأثیری نداره اصلا. راه حل اول پیش خودت اعتبار کسب کردن. خب اگه بخوایم بهش اینجوری نگاه کنیم، ما یه مدت اعتبارمون پیش خودمون رو از دست داده بودیم. ما یه مدت برای خودمون دیگه هیچ ارزش قائل نبودیم. به خاطر چی؟ چون یه سری مدت به خودمون گفته بودیم یه کارایی رو میخوایم انجام ندیم اما انجامش دادیم. به خودمون یه عهدی دادیم اما زیرش زدیم. و اگه بخوایم مثالم برات در بیارم، اگه یه نفر به 10 بار مثلا قول بده که بیا با هم بریم باشگاه، هر بار یه بهونه بیاره، هر بار یه بهونه بیاره، بار 11ام اگه بهت بگه بیا بریم باشگاه، خب حرفشو قبول نمیکنه. و دقیقاً بحث ما با خودمون هم همین شکلیه. خب ما اعتبارمون پیش خودمون رو از دست دادیم، الان باید چجوری اونو برگردونیم که در ازای برگشتنش قراره کلی اتفاق مثبت توی هر بخش زندگیمون برامون بیفته. یکی از اون روشا که به نظر من روش کلیدی و خیلی کاربردیه اینه که اعتبارت پیش خودتو برگردونی. چه شکلی؟ یکی از اون راه‌ها اینه که تا یه مدتی به حرفت، به قول خودت عمل کنی، به کارهایی که گفتی میخوام انجام بدم عمل کنی تا مغزت بفهمه که داره یه اتفاقای جدید میفته. این آدمی که الان داره این ویدیو رو نگاه میکنه داره کم کم یه اتفاقایی میفته، داره کم کم به اون قولایی که میده عمل میکنه. و یه مدتی که این کار رو انجام میدی، کم کم اتفاق خیلی خوبش، یعنی به نظر من نعمتی که وجود داره اینه که کم کم خودت با خودت آشتی میکنی و شروع میکنی به رابطه خوب با خودت داشتن. الان که بخوام بهت یه راهبرد عملی بدم، من بهت پیشنهاد میکنم که برای یه سال یه عادتی رو بخوای به خودت اضافه کنی که بخوای برای یه سال انجامش بدی. من برای سال اولم مدیتیشن رو انتخاب کردم. من میخوام برای یه سال مدیتیشن رو انجام بدم و میتونم روزی 5 دقیقه مطالعه، مدیتیشن، نگاه کردن، آموزش، هر چیزی اصلا مهم نیست. یک عادت مثبتی رو باید برای خودت انتخاب کنی، یه کاری که بخوای 1 سال مداوم انجامش بدی. و خب یه مهارت شاید برات حساب بشه. مثلا اگه تو بخوای زبان، کپی رایتینگ، ادمینی، هر چیزی نگاه کنی، خب یه مهارت قراره برات ساخته بشه و اینش خیلی با ارزشه. یعنی در کنار ارتباطه تو قراره یه ادمین خیلی درست حسابی هم بشی، تو قراره یه کارگزار خیلی درست حسابی هم بشی، هر چیزی. خب
ما داریم به این دید بهش نگاه میکنیم که اگه تو برای یه مدت یه کاری رو انجام بدی، قراره بعد از اینکه اون مدت تموم بشه هم رابطت با خودت درست بشه، هم یه مهارت، یه چیزی رو یاد داشته باشی، یکم بهتر شده باشی توی هر بخشی، هر چیزی. اما فقط عمل کردن به اون قولا کافی نیست. اینجاست که ما میریم سراغ راه حل دوم، یه اشتباهی که یه سری افراد حتی تا 80 سالگی، 90 سالگی، حتی تا موقعی میخوان بمیرن هم این کارو با خودشون انجام میدن. و اینم یه بخش خیلی مهمی از این ارتباط رو شکل میده. راه حل دوم، درست صحبت کردن با خودت. اینجا میخوام برات یه مثال بزنم که خودت این قضیه رو بهتر متوجه شی. اگه دوست صمیمیت شروع کنه به رژیم گرفتن و یه روزی شروع کنه رژیمشو بشکنه، یکی دو روز شروع کنه به غذاهای قبل بخوره، تو چجوری باهاش صحبت میکنی؟ اینجوری میری جلو که خاک تو سرت، خیلی گند زدی و این چه طرزش بود و تو یه آدم خیلی بیفایده هستی، یا خیلی عادی، خیلی درست باهاش صحبت میکنی، میگه اشکال نداره، من میدونم تو تلاش تو کردی، یه مدتی اذیت شدی، الان میخواستی همچین غذایی رو بخوری، اصلا اشکالی نداره. و حالا میخوام یه سوال مشترک از خودم و خودت بپرسم، ما چه شکلی با خودمون صحبت میکنیم تو اینجور شرایط؟ توی حالت اول خیلی بیادبانه و خیلی بدون احتیاط میریم مثلا صحبت میکنیم، میگیم گند زدی، قرار بود همچین کاریو کنی و تو یه آدم بیفایده هستی و فلان، یا خیلی درست با خودمون صحبت میکنیم؟ خب بیشتر ما تو کل زندگیمون این اشتباه رو داشتیم، اینکه نسبتا وقتی کار اشتباهی رو انجام میدادیم شروع میکنیم به هیت کردن خودمون و یه جورایی داریم خودمون از خودمون بدمون میاد، یا داریم خودمون رو با خودمون دشمن میکنیم. من یه تمرینی که اون مدت برای شروع تغییر برای خودم انجام میدادم که این ارتباط رو بهتر کنم، صبح که از خواب بیدار میشدم یه چیزی هولوش 5 دقیقه جلوی آینه شروع میکردم با خودم صحبت کردن، توی چشمای خودم تو آینه نگاه میکردم و به خودم میگفتم که ببین علی، میدونم امروز روز سختیه اما تو بهتر از این حرفایی. یعنی انقدر قشنگ مثلا اون لحظه تو 5 دقیقه باید با خودت صحبت کنی جلوی آینه که به یه جوری بگم مثلا با پارتنرت یا مثلا با هر کسی که مثلا بهش عشق می‌ورزی باید از اونم قشنگتر با خودت صحبت کنی. و باور کن بعد از اینکه یه مدت رد میشه که همون تمرین اول رو انجام بدی، همین راه دوم، قراره یه اعتمادی ساخته بشه، قراره یه حسی داشته باشی نسبت به خودت که میتونم بهت قول بدم از هر چیزی تو این دنیا ارزشمندتره. و اینو با ارزشه، این با ارزشه که خودت نسبت به خودت یه حسی داشته باشی که هیچی نتونه خرابش کنه. از امروز هدفمون نباید تغییر زندگی باشه، هدفمون فقط باید ایجاد یه مدرک جدید باشه، همین. و ارتباطت با خودت مهمترین چیزیه که توی زندگی داری، سعی کن سالم نگهش داری.